بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران کرام، امروز صحبتم درباره تاریخ اسلامی که تو موی آمد، درباره تاریخ علم، تاریخ مکتب ها بخشیدم. اثر اسلامی که پیامبر نبی صلی الله علیه و سلم در مکه زندگی میکردن، 10 سال 11 سال اول مکانگی مشرک‌ها فقط یک تا کلمه و لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن به دعوت کردن. یعنی مکه یگانه کار همین کتی که داشت. آخری سال بعد 10 سال 11 سال هجرت پیشتر سال نماز فرض شد. اولی اسلام انده پیامبر نبی صلی الله علیه و سلم و مسلمان هایی که صحابه هایی که مسلمان شدند، برای احتیاطی ایمانشان، برای احتیاط دینشان شهید شدند، از دنیاهاشان موسوا شدند، مال دنیاشان پرتافته، حتی اینکه 40 زیاده صحابی حبشستان به هجرت کردند. یک تا مقصد احتیاط ایمان کردی. ایمانم قلب من استشهد گفته، همه دنیاشون پرتافته به حبشستان هجرت کردند، سفر کردند. صحابه هایم آن چیزی که از پیامبر نبی صلی الله علیه و سلم شنیدن، خواه آیت باشد، خواه حدیث رسول خدا باشد، یا که پیامبر نبی صلی الله علیه و سلم در نزدشان یگان کار کرده شود اگر پیامبر خدا تصدیق کردشان، یا که پیامبر خداشان یگان کار کردشان اگری همه هوای مطلق دین گفته قبول کردن. برای صحابه ها قرآن، حدیث، فعل پیامبر، سخن پیامبر همش یک خیل بقدر بود. چونکه و این انسان ها یگان چیز به احتیاج یافت شود اگری در راه پیش پیامبر خود می رفتند، یا که محلشانگی همون یک صحابه که این پیشتر مسلمان شدگی صحابه پیش رفته، من همین جنده در موندم، همین حالا من چخیل کار کردم در کار گفته از صحابه ها می پرسیدند. و این صحابه های هم اگر دانن می گفتن، ندانن پیامبر خدا وقت می رفتن. یعنی دور پیامبر خدا اندم، پیامبر خدا زنده کردگی مدینه شهرشنده، همون دورنده از 10 زیاده صحابه فتوا میداد، همه درجنده اهل علم بودن. بعد پیامبر نبی صلی الله علیه و سلم اولا گذشتن دور حضرت ابوبکر صدیق 2-3 سال کمک گذشت، خود دور پیامبر ما ببین هیچ یک اختلاف هم نشد، هیچ یک کمچلی کم نشد. صحابه ها یگون تا مسئله مهم به دچار نشدند. دور حضرت عمر با آمدگی وقتنده دشمنان اسلام بیدار شدند. اون چیزی که از قرآن نبودگی، این چیزا پیامبر خدا قرآن گفته همون دور حضرت عمر انصار کردند. حضرت عمر مجبور شدند قرآن را جمع کردن به تا همون وقت آیت های صحابه ها پوستاق با کاغذ با پوست با نوشته خواهشان احتیاط کردن میگه یک چیز با یک آیت نازل شود نوشتن اگری پیامبر خدا اینا تگیتمون گفته همون صحابه ها دادم میگه با مقصد احتیاط کردن.
Hazrat Umar sarkardagi hamun jam kardani hamun varaqha oyathoyi parchahoyi Qur'ona Hazrat Usmon roziyallohu anhu davlashon bo'g'mada jam shud. Hamun vaqtanda yakchand sahobahoyi olim qori Qur'onha xonda buramadan va hamma chiza soni به شکل کتاب آوردن. همون وقتاندم خطات هر دویم معما بدهی باین همون وقتاندم یک چند صحیفه هنده خطا شده که همون صحیفه های حضرت عثمان آلش کردن و همون گته شدگی ورقی خطا نوشته شدگی گم کردن و سوخته پرداختن به حضرت عثمان رضی الله عنه فرمودن. برای همین حاضرم همون از عالم ها پرسید که کتاب کی و استفاده برده نمیشد و یا سه کنیم بودگری یک جای احتیاط کرده شویو خوکش همون خوکسترش آب پتا گفته میفرماد. اساس این گفتن همون حضرت عثمان همون کردگی فعلشان. بعد حضرت عثمان رضی الله عنه از سبب فتنه قتل شدنشان بعد آن کس یک چند واقعه ها شده واقعه هایی که همه دانستن شرط نبودگی واقعه ها شدگی بعد هوای حضرت علی رضی الله عنه و رهبری خلیفه گذاشت خلفای راشدین های چهارمشان آن دور به آمده آدم ها قبیله آمده مسلمان میشدن. دور پیغمبر مونده 3,000 صحابه بود مپرش مسلمان هم قبید. حضرت ابو بکر صدیق قضیه داده نشد. حضرت عثمان حضرت علی دولشان با آمده روی زمین به اسلام پهن شدنش به هر خیر راه ها زیاده شد. صحابه های شده همون مسلمان شده آمدگی همون دیگه قشلاق آمدگی ها یک چند روز در مدینه میشتن یک چند روز میشتن و خداهاشان به ضروری مسئله یاد گرفته رفته در قشلاق خودشان زندگی کردن میگیتن. بعد همین چیزها همون اسلام به در آمدگی انسان ها و مسئله های مهم پیدا شودگی همهاشون آمده از مدینه یا از مکه فرستاده برفتن تعلیم مشکلات تعلیم پیدا شد. همین دوران حضرت علی رضی الله عنه مدینه علم به موندنو پایتخت همون دولت از مدینه کوفه کوچاندن. کوفه حاضر همون دولت عراق و سوریه مبانی شده یک غریب شدگی حاضر یک شهر همون شهر کوفه کوچاندن. همون جنده مجبور شدن مکتب تشکیل کردن با چونکه آدم ها جماعت مسلمان میشدن و این انسان های برای طرز حیاتشون با اسلام موافق کردن مکتب به احتیاج شد و فرمایشی همون کس 4 کس صاحب فتوا کرده تعیین کردن. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه همون کوفنده همون مکتب اسلام به مسئول کردن. مدینه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه حضرت عمر فرزندشان این کس دعای پیامبر خدا گفتگی صحابه مدینه و مدرسه مکتب مدینه و مسئول شده موندن. مکه و عبدالله ابن عباس رضی الله عنه پیامبر نبی صلی الله علیه و سلم این کس گفته که اگر حضرت علی گفته که اگر من دین باشم عبدالله ابن عباس در دین است. گفته حضرت علی عبدالله ابن عباس همین خیلی مختمش کردگی همون کسا مکه و رفته مکه انده اسلام تقسیم کردن به فرمودگی. مصر با همون وقتان مصر همون نجاشی وطنش
مسلمان بودگی اونجا و عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه یا صاحب مکتب برای اسلام رساندن، این 4 صحابه 4 طرف به تقسیم کردن. همه به حاضر مثلنده امام شافعی رواج افتگی دیارنده سر همون راه عبدالله ابن عمرو ابن عاص بود. همین کسا با تعلیمشان کتی همون دیار به همین راه کتی برفت. عبدالله ابن مسعود کوفنده همون وقتنده 1,000 تا صحابه کوفنده زندگی میکرد. از 1000 زیاده مجتهد یعنی فتوا داده میتونستگی درجه انده عالم ها در کوفه موندن. اکثر صحابه ها برای زندگی شهرهای خودشون برفتن، چونکه پیغمبر خدا به عالم رفتن، قلبشون به مدینه اند زندگی کرده موندن نگنجید. یکی از همین خیل انسان ها بلال ابن رباح مؤذن پیغمبر نبی صلی الله علیه و سلم دیگه بعد پیغمبر ما عالم رفتن دیگه از آن نگفتن. این و صحابه های یک تا همون پیغمبر خدا بودگی محبتشان به پیغمبر همون شهر دیده تانستن به علاج نیافتن، برای همین برفتن. کوفنگی شهر اگر تاریخ مکتب ناز خوندگی تاریخ جو میدوند که مکه و مدینه شهری بحر و قشدگی، کوفه 4 طرفش با دیگه شهرها کتی راهی کاروان سمیشد. همونجا عبدالله ابن مسعود صاحب مدرسه صاحب مکتب شده موندن. آدم ها می آمدن یک روز 2 روز استاده یک مسئله پرسیده می برفتن. عبدالله ابن مسعود مجبور شدن حالی حاصل نشدگی پیدا نشدگی مسئله ها هم فتوا یافته موندن، همین خیلی جدول کرده موندن، مکتب کرده موندن و مجبور شده از صحابه ها یک چند تا هاشان جمع کرده همون دار فتوا مکتبی فتوای همونجا تشکیل کردن. عادتا از یک شهر دویم شهر و فقط سوداگرها میگشتگی، همون سوداگرها هم دنیا هم اسلام میبردگی. اندونزی حاضر 100% مسلمان دیارش بدگی، همون اندونزی بعد صحابه ها بعد تابعین ها مسلمان سوداگر رفته حاضر دنیا انده این با آداب این اسلام انده مستحکم دیار شده همونجا منساز، همونجا هم همون سوداگرها اسلام بردگی. بعد عبدالله ابن مسعود گذشتن اون مدرسه و مکتبی دار فتوای کوفنگه و ابراهیم نام پدرشان اسم دانه ابن انسم احمدان ان نمیدونم ابراهیم گفتگی تابعین انسان همون مدرسه و مسئول شده موندن. بعد آن کس ثانی نعمان ابن ثابت یعنی امام ابو حنیفه و ثانی سیم همون مسئول مکتبی همون کس بگذاشت. نه دماغ همین حاضر روی زماننده پهن شدگی مکتب های اسلام اساسش حضرت علی رضی الله عنه با واسطه 4 صحابه تشکیل کردگی. پیامبر خدا صحبت دادن اگر شما من را گفت صحابه های من را کاپیتان اصلا شما از راه نمیبرید آمفتن. تا حالایم تا روز قیامتم این مکتب های پروردگار روی زماننده برای شعار اسلام بلند کردن انشاءالله پروردگار نگه می‌دارد. قادریه گفته یک
یک کم همینجا موضوع دیگه کنم. قادریه گفتگی یک یونالش برآمدگی اینک آنچه پیشتر 100 سال 200 سال پیشتر هندوستان برآمدگی و اینها یک غایهشون بود که اصلش غایه هاشون ابیرو میله دگری تبا تولی فقط اصل مقصد برای همونجا ضرورت بگش حس میکنه و یا گفتن که همون قادری ها این کسب سون رده کده اظهار الحق گفته کتاب انواع شاه کشمیری نوستگی هوای ها همین خیلی غایه کرده برآمده ای که ما قرآن باشد میشد چون قرآن اند پروردگار گفته ای که ما همه چیز قرآن اند جا کردیم گفته ای که ما گفته پیغمبر به احتیاج نیست و گفته به همین غایه برآمده آنچه اطرافش به آدم های جمع کرد از این پیش وی دورشنگی علماهای به هر خیلی صفات ها کتی بدنام کرده خودش اطرافش به جمع کرد ما فقط قرآن باشه ایترلی پیامبر خدا فقط برای قرآن رساندن آوردگی برای قرآن شرح کردن سخن گفتگی لیکن حاضر ما آن شرح به احتیاج ما نیست و گفته نعوذ بالله پیامبر خدایا سخناشون رد کردگی دور پیغمبر مونده مدینه انده اساسی اهالی 2000 تا بودگی همون 2000 تا صحابی یک کس شده اومده هم مسئله پرسیدگی 10 کس شده اومده مسئله پرسیدگی 100 کس هم شده مسئله پرسیدگی این از پیغمبر خدا این کلان موندگی حدیث این حجت الوداع یعنی آخرین حجنده پیغمبر خدا همون یک چند هزار صحابه و کرده خطبشان انا همون چیز این حدیث کلان هوای چون که هوای یک چند هزار صحابه شنودگی هوای انده پیغمبر خدا گفته که بعد ما گذشتن ما فتنه ها بسیار میشد وقتی فتنه انده علیکم بالسواد العظم یعنی جماعی بزرگ را نگه دارتان جماعی کلام به اطاعت کن تا گفته پیغمبر خدا نشانه های قیامت شمرده فتنه بسیار شگیش همون جنده بیان کردگی دو کس سه کس شنودگی هم از پیغمبر خدا گپ هایت حدیث هایت 5 کس شنودگی حدیث های هم هایت دور پیغمبر خدا انده حدیث نوسته نشدگی پیغمبر خدا این به اذن نودگی یعنی سخن پیغمبر خدا کاغذ بند نقلتگی دور پیغمبر مونده دور حضرت ابوبکر نام نقلتگی دور حضرت عمر نام نقلتگی دور حضرت عثمان نام نقلتگی پیغمبر خدایا حدیث من ننویس گفتنشون به سبب به قرآن کتی علش نبرود گفته احتیاط امت کرده حال امت همش اهل علم نی گفته پیغمبر خدا فقط قرآن نویساندن جمع حدیث ها و بعد همون صحابه ها سان پروردگار روادیدگی انسان ها همین چیز به عشق مستن 36 حاضر وقتنده همون 6 کتابی که عالم اسلام در برگتگی همون 6 کتاب حدیث بعد پیغمبر نبی صلی الله علیه و سلم بعد حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی ثانی همین به احتیاج شد ثانی جمع کردن مکتب هایی که مدینه انده یا مکتبی که مکه انده یا که مکتبی که مصر انده عبدالله بن عمرو بن عاص درس میدادن همون مکتب ها همش در برگتگی بود همون مکتب ها هم علم شریعت هم علم قرآن هم علم دنیا یک خیل یاد میشد همون کوفنگی مکتب اندم بسیارتر علم فقه با یعنی علم مسئله فتوا بسیارتر مشغول بودن سبب اونجا راه گذر بود سوداگرها
اونجا بسیار میپرسیدن. برای همین علم فتوا و کوفنده بسیار جواب شدگی. از 48,000 زیادتر فتوای همون مکتب کوفه همون عصر سعادت انده جواب داده شدگی. سونه اونجا برآمده، سونه دیگه شهرها و پهن شدگی. این چیزا آوردن ما سه باعث. پروردگار سوره نساء 83 آیت میگوید که استعاذ بالله ولو ردوه الى الله الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. صدق الله العظیم. پروردگار میگوید که اگر و این انسان ها آدم ها اگر کار به پیغمبر و به صاحب کار میپرداختند، همون صاحب های کار و این انسان ها و کاراشون اجرا کرده میدادن. همون صاحب کار گفته مفسران عالمویا میگوین همون عالم ها و اگر همه آدم تکیه کرد تانه دگری انشاءالله یگان جانده مشکل نمیموند. اگر تکیه به همون اهل علم نشود دگری اونجا نه مشکل بسیار میموند. سالنگی حدیث امام بهقی روایت میکنند رسول الله میگن که يحمل هذا العلم من كل حلف عدوله، یعنی اعتبار دید. پیغمبر خدا میگن که پروردگار این علم را یعنی اسلام را هر یک حلف از هر یک دور عدوله همون دوره آدم های عادلش به آدم های نغزش به بار میکند. همون آدم هاش ینفعون انحو تحریف العالمین، یعنی وی عالم ها از حد شریعت برآمدگی انسان ها را تنبیه میدهند و جاهل های حدشان نشانده میمونند. گفته پیغمبر خدا این حدیث انده امام بهقی روایت شده حدیث انده مرحمت کردن. وظیفه علم وظیفه عالم دمک غلو از شریعت برآمدگی انسان را اصلاح کردن و جاهل ها و راه نشان دادن بوده است. برای همینم پروردگار هر یک دورنده اهل علمش به خودش به خاص کردگی انسان های اختیار میکرده است. دمک کدام انسان به پروردگار از کلامش از علمش چه نصیب کرد، دمک انسان در نزد پروردگار چقدر قدرش بدگیش به همین برکشیده میشد. پروردگار انسان من ذهن داشت میکن، ذهنش انده یک خواندن کدی 40 قطار شعر ادا کردش میکن، یک شتن کدی یک تا کتاب خوانده برآمدهش میکن، لیکن کلام خودش به اذن ندادنش دمک و انسان به این چیز پروردگار روانه ایدنش میشده است. برای همین از پروردگار قلب ما و اسلام در آوردن میپرسیدیم. سالین حدیث در رسول خدا میگن که به همه حدیث کتی صحبت ما یکم گناه میشده است. يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم يستمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتننكم. اسلام میگن آخر زمان شود اگری دجال های امت ما می آید و این انسان ها کذاب هستند، دروغچه هستند. نه شما نه پدر مادر باباهای شما نشنودگی سخن ها را میگویند. شما اعضای انسان ها دور شویتان و اخلاقات و انسان های دور کنتان و این انسان ها که شما فتنه دار شده فتنه من شده نمونتان. گفته پیغمبر خدا مرحمت کردن. از این میرمود است که بعضی سخن هایی که دانسته ندانسته فهمیده نفهمیده ما ورد زبان میکنم، اگر هوا چیز به اساس یافته نتونم خوف کنیم که ما از کذاب امت شده موندن.
اگر کذاب امت شو مگری پیغمبر نبی صلی الله علیه و سلم از تهمت کردن ترسم. همین خیلی هنده طالب علمان ده همین خیلی ذوق علم بسیار کی یک سوالی به هدیه دادن و هنده همون طالب علمان ده یک سوالی به هدیه دادن عادت شد. این حدیث صحیح می، این حدیث ضعیف می. همه جواب دید این حدیث ضعیف می، این حدیث صحیح می. حدیث معناش خداش. حدیث گفت رسول خدا. یک کس بگون، دو کس بگون، با دو کس بیاد ضعیف حساب میشد. چون که ویا راویش گوینده هاش دو کس غریب گفته ماننده. از 10 کس زیادتر این انسان بوده گری و صحیح میشد. این صحیحیش و غریبیش فقط آمدنش انده رهنده آدم ها کم شنودگی کم گفتگی. لیکن گویندش کی؟ ما گویندش انده خود به معنای ضعیف خود دروغ با این حس کساییم. گوینده همون ما ضعیف گوشتگی سخن حدیث اصلش گفت رسول خدا بودگش حس کنیم مگری ما ویا این خیل این صحیح می، این ضعیف می، این مشهور می، این راجح می، این مرجوح می گفتگی سخن اصلا استفاده نمیبرم. سخن رسول خدا یک کس بگون دروغ شود و دو کس بگون ضعیف شود دیگه ما پیامبر خدایا با دروغچگی ما تهمت کساییم می. این مکتب هایی که تا روز قیامت پروردگار اسلام رساندن به وکیل کردگی مکتب های علم هاش که هزارها مجتهد ها جمع شدگی مکتب های درسش ضعیف و 1445 سال 1440 سال سانیتر ما تولد شده در اینترنت خواندگی گپ ما توری و از پیغمبر خدا به گوشش شنودگی صحابه های گپش نوتوری می. برای همین درباره اسلام، درباره قرآن، درباره حدیث از سخن کردن پیش آموخته گلیم. امام اشرف علی طحاوی آخرین علم ها این کس همون دیوبندنگی حاضر وقتنده یگانه موندگی مکتب این اسلامنده مشهور همون دیوبندنده همون کس همون دار علم از علم هاش افتادن که من 25 سال علم خواندم. 25 سال خواندگی علم منده 1000 تا کتاب آموختم، یعنی 1000 تا کتابم آزاد کردم. فهمیدم که کدام انسان از مذهب بیرون این چیزا میکنم بود دیگه و انسان خطا کرده است گفتم. 1000 زیادتر کتاب خواندگی پروردگار صاحب مدرسه آخر زمان کردگی انسان ها و دادگی فروست مو و نودنش این مویا عقل دار مو اشاره نمیکند. برای همین برادرها آن راهی که به همون راه اسلام عزیز میشد، آن راهی که به همون راه اسلام ترقی می‌یابد، آن راهی که به همون راه مسلمان ها در حلاوت زندگی میکنند، آن راه که به همون راه مسلمان ها به سعادت میرسند، همون راه انده به یک دلواندگی عالم رفتن پروردگار نصیب کند. چون که این دنیا گذرنده است. به قریب همون مسجد کونه مونده مایدنگ مسجدمون بید من نو امام شدگیم وقت مونده یک هفته دیگه 20 سال میشده است. یکم جمعه و برآمدگی وقت مونده همون جمعه انده 2 صف آدم بود. 24 تاگی 48 کس نماز جمعه خونده بودیم. حوزه هوای همینجا یک باشن یک 5 کس هستند، 4 کس هستند. خدا و انسان های به ایمان برده باشد. همه انسان عالم میگذرد. فقط به ایمان کتی به خدمت اسلام پروردگار هر یک مویا ای عالم رفتن به نصیب دار کند. آخری موضوع مونده دعا میکنم. البته یک چند برادر ما
و هر خیلی مقصدها و احسانها کردن برای مسجد آبادانش. همون برادرمون بودن که یک سفر به اومده، برادرمون بودن بیمارش اومده است و دیگه مقصدها کرده، احسانها کردن. حقشون دعا میکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الها پروردگارا، حرمت این سید جماعت، حرمت پیغمبرت، انسان هایی که به دعا هستند، برای دعا دست برداشتن، پروردگارا دعاشون اجابت کنی. پروردگارا قلباشون بودگی نیت ها را جامع عمل پوشانی. پروردگار قلبم و ایمان را مستحکم کنی که به یگان چیز و ایمان از قلب ما برآمدنش به سبب نشود. پروردگارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين.